خب تو مرحله بعد می‌خوایم برای این کلاینتون در از درمان ضد لک استفاده بکنیم. خب همونجور که می‌بینید یه درمان آنتی آکنه داریم که ضد لک هستش. توی مرحله درمانی قطعا باید وارد مرحله استپ 2 بشیم و قسمت پیلجت دستگاه فعال میشه. پس همیشه درمانمون میشه مرحله دوم. خب مواد رو وارد مرحله دوم میکنیم. فقط یادتون باشه تو خیلی از قسمت‌های درمانی حتما محلول قبلش یه تکون بدید که موادش با هم دیگه مخلوط بشه. بعضی وقتا این از هم دیگه جدا میشن. خب توی این مرحله باز هم بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، اتفاقی که میفته بعد بریم دستگاه رو آماده سازیش رو انجام بدیم برای اینکه کارمون رو شروع کنیم. خب توی مرحله جت پیل وارد میشیم، این تیوب رو میزنیم که مواد آماده بشن. بذارید اول من اینجا رو بگم که به اندازه 5 میل این درمان رو میخوایم. این مکشش انجام بشه، پرپرینگ، و بعدش بریم در حالت استارت دستگاه. خب باز هم با همون شرایط فقط این سری عمود در از صورتی که این کار رو انجام میدیم و نکته خیلی خیلی مهم اینه که همه اینا تو تمام مراحل تقریبا بین 3 تا 4 دقیقه زمان نیاز داریم که این اتفاق بیفته. خب توی هر مرحله هم دوباره وقتی که میخوایم پاکسازیمون رو انجام بدیم قطعا از پد استفاده میکنیم که در اصل داخل چشم یا بینی هم چیزی وارد نشه. خب بریم توی این قسمت باز هم تحت همون شرایط نوع حرکتمون باید همون شکل زیگزاگ مانند باشه و مراحلی رو که در قسمت تئوری با هم دیگه دیدیم. دقیقا مانند مرحله قبل، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. فقط توی این حالت کاری که انجام میدیم اینه که داریم از مواد درمانی در اصل استفاده میکنیم. فقط نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما همیشه حواسمون باید باشه که مواد خیلی روی صورت نمونه و در اصل دائما هندپیس نیاز به پاشش نداره. جاهایی که یه مقدار صورت خیس میشه فقط با باد کار میکنیم که هم جذب بالاتری داشته باشه هم موادی روی پوست نمونن. حالا طبق خواسته کلاینت هم یادتون باشه یه موقعی یه فرصتی بدین که تنفس داشته باشن که حالت خفگی به کسی دست ندن. بعضی وقتا من که زیاد کار میکنم این تکون خوردن اینی که از نظر هوا یه ذره مشکل داریم. حواستون به این قسمت باشه و که کلاینت زیر دستتون اذیت نشه. این قسمت رو هم انجام دادیم. من فقط اینجا رو هم انجام بدم.
قسمت جالب شاید الان براتون این قسمت باشه که ما با اینی که پاکسازی رو انجام دادیم، شوینده استفاده شده و کنار خیلی هم از چیزی استفاده نمی‌کرده، توی این مرحله اگر نگاه کنید پاکسازی تا این حد توی ضد لک داره میره جلو و می‌بینید که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه که حتی ما اینو توی حالت‌های عادی هم خیلی ازش در اصل با حتی ماساژ یا کارهایی که با دست انجام میشه انقدر قدرت پاکسازی حتی روی پوست نگیره. توی این مرحله هم داره موادی که داخل پوست نفوذ کرده رو هم برامون از پوست خارج میکنه که تمام منفذها باز بشه و آبرسانی بیشتر انجام بشه.